به همه شما امر میکند پیغمبر. تمام پدرهایی که فرزندهای نرینه و مادینه داریم، دختر داریم، بچه داریم، پیغمبر خدا میگوید ای مردها، ای پدرها، ای مادرها، فرزندهاتان در 7 سالگی نماز خوان کنید. پدرهای عزیز، فقط نماز در ذمه شما فرض نیست، یا این مسئولیت خیلی کلانی هست که شما از پشت این فرزندها در نزد پروردگار جوابگر هستین. دخترها و بچه ها را امر به نماز کنین. پیغمبر امر دارد مروا اولادکم، امر کنید فرزندهاتون. سحر که خود خیستی بیدارش کن، دلت بوای نسوزد، بیدارش کن. 7 سالگی در رسول اکرم گفتن امری به نمازش کنین. وضربوهم و هم ابناء 10. وقتی 10 ساله شد و این فرزند تو نماز نخواند، و یا لتو کوب کن، وی را بزن که وی در نماز قائم شود. و فرقوا بینهم فی المضاجع، در 10 سالگی جاگه خوابشان جدا کنید. این جاگه خوابی که اگر همراه شما باشند وی ها را در دیگر خانه برین. اگر دختر و بچه یک جا خواب باشد، جاگه های خوابشان جدا کنید. گفتم پیغمبر کاری کنید که این فرزندها هم در آخرت دامنگیر شما نشوند. این است باب بی نماز. این است کسانی بی سعادتی که در دنیا نماز نمیخوانند. یعنی این گونه وعیدها و این گونه عذابها برای هر کدام او چی هست؟ منتظر است.